نه میری نه گوش اگه بدی. ببین باید بزرگم هست. آره باید بزرگ بشه تا بید. آره نه گوش بده مهدی جون، اولی که صفحه باز میشه عکس‌ها همه میاد و کوچولو هم یعنی بزرگتر شده از همه دیگه. آفرین. حالا برو سفر پایین، همون سفر برو پایین، سفر برو پایین، می‌نویسه پارت اول، پارت دوم، پارت سوم، همینجا تو پایین. خب رو پارت اول رو لینک تو کلیک کن آنلاین. خب نوشته ولی تو دیگه به اونا کاری نداری. آره دیگه 100%. درسته. آها پارت فان رو نزن، کلیک نکن، نمیاد رو آنلاین اون ستایی که آره اوکی کلیک کن یه صفحه سیاه میاد بعدا که فیلم شروع میشه، گوشه کنار یه 4 گوش سیاه میاد. چرا میاد محاله تمام اینا همونجا وقتی کلیک میکنی میاد. اگر کامپیوتر گیج شده باشه هر وقت به این مشکل میرسی کامپیوتر رو خاموش کن دوباره روشن کن. اون وقت یعنی از اول شروع کن، دوباره کامپیوتر خودش مغزش راه میفته. به من اینا رو بابک گفته. آره به نظر من الان کامپیوتر تو چون تو یه خود گشتیه دنبالی، آره قربونه، کامپیوترت گیج شده، کامپیوتر رو خاموش کن، دوباره از اول تکمش رو بزن روشن کن، بعد همینه که من بهت گفتم تو بزنی. خب نه ببین من اصلا به کلی خاموشش میکنم، یعنی آره به کلی خاموش میکنم اصلا نه. خب نه اون هنوز کامپیوتر خسته است. ببین من اصلا به کلی خاموش میکنم، یعنی مثل که اصلا پشت کامپیوتر نبودم. آره خاموش میکنم، آره دوباره روشن میکنم. وقتی روشن کردم دوباره همونایی که گفتم بهش میزنی صفحه میاد. بعد وقتی صفحه میاد عکس‌ها همه کوچولوه، همین از بوسه تا عشق هست، حریم سلطان هست، لاله هست، فارسیوان تیوی اچ دی. الان من دوباره اومد من زدم. آره آفرین. وان hd.com. آره 2 دفعه نوشته من، چون هر چی بالای صفحه نوشته همه رو من به تو گفتم. اوکی. اون وقتی این میاد، حالا گوش بده، همون میاد مهری جون همه سریال ها هست با عکس کوچولو. من از گوشه فلش رو میزنم صفحه میاد بالاتر، از بوسه تا عشق معلوم میشه. فهمیدی؟ گوش میدی؟ تو گوش بده اول. از بوسه تا عشق اول تو صفحه کوچولوه. فهمیدی؟ صفحه کوچولو دوباره من کلیک میکنم صفحه بزرگتر میشه، فقط از بوسه تا عشق وسط بقیه کوچولوها دورشه. دیدی؟ بعد وقت دوباره فلش رو میزنم از پایین، میرم پارت رو نشون میده، پارت 1، پارت 2، پارت 3، 4. الان من خودم رو همون صفحه. دیدی؟ پارتاتو دیدی؟ چرا؟ آفرین. ولی رو پارت اول دست راست نه من فقط الان پارت خب نه اون رفتی آخر، بزن بیا پارت اول.
آره نه اونا تک تک نوشته لابلای اینا، اونو میبینم تو چی داری میگی، اونا رو نزن، تو صورتیه، تو صورت بزن. آره کلیک کن میاد. مهری جونم 2 دفعه دستتو بزن وسط کامل. الان مال من اومد، تا زدم اومد، مگه میشه؟ 2 دفعه روش کلیک کن، بلافاصله صفحه تلویزیون. الان کنان و فامیلی همه نشستن دور صندلی، من دارم میبینم. قربونت برم، همونه. آره. دور هم نشستن. بعد فلش بغلی که بزنی فیلمت شروع میشه. اولش خود اذیتت میکنه چون آره پارت اولو بزن. همون آنلاین رو که روش نوشته لینک وان، آنلاین لینک وان، اوکی هرچی. نه اون پلی ویدیو رو نزن، اون بی خود داره میزنه سیاهه، اونو نزن. تو صورتیه این وسط ریز نوشته. آره اونو بزن. نه آره شروع شد. ببین حالا داره میگه حسین کنان، فهمیدی؟ خب آره شروع شد دیگه. اینا کلیک کن. نه گوش بده، فلش رو بزن دوباره. وقتی میزنی از بوسه تاش بار من اومد. اینا اومد. نه سیاه رو فلشش رو بزن بغلش رو سفید فیلم میاد. فلش گنده رو بزن که بغلشه رو همون نه رو همون صفحه سیاه. الان من دارم نگاه میکنم. مهدی جون اصلا به اینا کار ببین مال من اصلا داره صداش هم میاد. تو میفهمی من تلویزیونم کامپیوترم جلو. آنلاین رو بزن پارت اول. پارت لاین دوست صفحه صورتی همون وسط رو بزن. نه دیگه تو اونی که بزنی صفحه سیاهی کوچولو بغل میاد. اینا همه دور هم نشستن. بعد یه فلش گوششه، فلش رو بزنی. اینا مال من دارم میبینم دیگه. میبینی؟ نه اگر اونجوری اشتباه کردی همه رو بزنی دوباره از اول بزنی درست صدات میاد. آره دوباره خاموش کن. الان یاد گرفتی دوباره خاموش کن. آره فدات بشن. اگه کردی به من خبر بده، من خیالم راحت تو داری میبینی. باشه آره باشه بابا. چقدر بامزه یاد گرفتن. آره چقدر خوب دستور دادین، خیلی خوب گفتین. آره چیکار دلم میخواد ببینه. آخه خیلی کار قشنگی کردی. الهی بمیرم تنهاسونم. آخه میرم تنهاسونم خونه گنده. من میفهمم چقدر سخته. الان میگم به مامانه اگر اینو رو ببینه با عشق خوابش میبره. آخه اولش همشون گفتن نه همین مهری منو میخندید مسخره میکرد. آره به قرآن الان چقدر خوب. الان 2 سال یا 30 من به اینا میگم اینا قبول این مسخره میکنن، کسرشون میکنه بگن ما بلد نیستیم. ببین بلد نیستن. الان اینقدر گفتم تو تونست بکنی. نمیگه من بلد نیستم، من میگم من بلد نیستم به من بگی. آره باریکلا پروین جان، چه کار قشنگی کردی. قد دلم میخواد مامانت یاد بگیری. الهی انشالله. خدا شاهده به جون بابا انشالله. ببین این سفر اومد تو اینو یاد بگیری. این الهی انشالله این سفر بهش یاد بدیم. ببین الان من چقدر به این گفتم. آره الان بودم بهم خبر بده اگه گرفتی خبر بده. خیالم راحت شه تو داری میبینی. آخه حالا شما وسط برنامه‌تون بودین این کارو رو کردین. نه آره من فیلمو باشم ببینم. من میبینم دوباره دیگه. اینا همه هستی. نازی دلم میسوزه میخواد ببینه نمیتونه. آخه خدایا چقدر شما کیوتین. قربونت